دلیل اشتباه در زمان برایم اینطور پیش آمد که من از مرگ خودم در سن پایین یعنی کودکیم بیخبر مانده بودم. فکر و باور من این بود که در آن سنین آن کسی که قاتل بوده فقط پدرم را کشته است و از مرگ خودم اطلاعی نداشتم و از خاطر و حافظه ذهنم یا پاک شده و یا اینکه از شدت درد مرگ و آن اخبار ناخوشایند تعمدن فراموششون کرده بودم. و زمانی که برای تفحص به این بعد آمدم در زمانی بوده که طبیعتاً باید مردی به سن و سال بین 20 تا 30 سالی بوده باشد، یعنی روی زمان بزرگسالی هم تمرکز کرده بودم. دیدن صحنه مرگ پدر آنچنان ضربه‌ای به روح و روان من زده بود که ابداً از آن صحنه و ماجرایی که مربوط به خودم میشد بی اطلاع مانده بودم و ذهنم نمیخواست آن را به یاد آورم. در اولین برخورد با این بعدی که در آن حضور پیدا کردم در همین خانه پدر بزرگ چیستا را در آن اتاق دیدم و این اتاق درست شبیه خانه ما در آن بعد هست. شاید هم کل ساختمان همان باشد. در هر حال من در اتاق خوابمان چیستا را دیدم و این امر باعث شد که ذهن من پذیرفت که مادر بزرگ همین شخصی است که دیدم. اما به لطف بی پایان خدای من از دست این نقشه شیطانی جستم و رها شدم. بله دادگیر عزیز، همه روحهای پاک پدر بزرگت و پدرت به کمک تو آمده بودند و از هرمز برادرت و دایی جان همان که میبینی آنجا ایستاده و خانمش با تو حرف زد و چیستا کمک خواستم تا برای تو و نجات تو کاری انجام شود. این حقیقت دارد دادگیر عزیز، همگی به تو کمک میکرده و کردند. و باید بگویم خود من شخصا و دیگران گیج بودیم که چرا پدر بزرگ پسری را که در کودکی فوت شده به ما می سپارد و اخطار می دهد جلوی اتفاق بعد و فاجعه‌ای که جبران ناپذیر است را بگیریم. مرتب به ما میگفتند که مواظب او باشید، اما البته وقتی که معما توسط چیستا حل شد متوجه شدیم که هشدارها بابت چه بود و پدر بزرگ و پدر خود تو از چه صحبت میکردند و چه چیز مهمی را به ما توصیه میکردند. خوشحالیم که تو بر سر عقل آمدی. نمی شود همیشه تکیه بر ذهن کرد. همانطور که تو گفتی قسمتی از خاطره تو ظاهراً پنهان مانده بوده است. ذهن معمولاً از سر خود، البته به عنوان مأموریتی که دارد، میدانی که خیلی از اتفاقات و هر نکته‌ای که باعث درد و ناراحتی شود را سانسور میکنند. پس باید خیلی تعمق کرد و به نکات و مسائلی که ممکن است ربط داشته باشند به باز شدن و گشوده شدن راز و رمزی که پنهان مانده‌اند تفکر کرد و جستجوگر بود و اکتفا به شنیده ها و یا داده های ذهن نکرده و به دنبال حقیقت آن مسئله و کشف و آشکار شدن آن بود. تعصب و تنفر بیزاری می آورد و تخریب.
باید از مرز این دو گذشت، از مرز هر چیزی که عشق را خدشه‌دار می کند، مثل گذر از تاریکی و انرژی منفی. باید از همه آنها شاید آسان نباشد، اما باید گذر کرد. آنها وسیله‌ای برای رشد ما هستند. شاید، اما اگر اسیر آن انرژی منفی نشویم و حکم بدبختی خود را صادر نکنیم، کار ما این است به سوی انرژی مثبت گرایش پیدا کنیم. اگر بتوانیم این دو را با یکدیگر و در حد تعادل داشته باشیم، پس توانسته ایم و می توانیم نتایج خوبی برای خود رقم بزنیم و در حال و در میانه زندگی کنیم و در این گذر میانه باشیم، روزگارمان را طی کنیم. اما این برای آدم‌های نرمال و معمولی است، آنهایی که حاضر نیستند تلاشی برای رسیدن به کمال مطلوب داشته باشند. فقط می‌خواهند یک زندگی خوب، خوش، سالم و بدور از انرژی‌های منفی بگذرانند. اما برای کسی که به دنبال بالا بردن انرژی ارتعاشی خود هست، برای بالا بردن انرژی خود در حد کمال و مطلوب او رسیدن به انرژی آن یگانه و با آن یک بودن باشد، این تازه اول راه است، چون باید از این حد و میانه هم گذر کرد و از اینجاست که به بالاتر و بالاتر و بالاتر رفت. شاید سرانجام به آنچه که خواست باشد، خواست هر کسی یا او باشد، برسد. و نتایج خوبی را برای خودش رقم بزند. باید بتوانیم تشخیص دهیم که ما کدام طرف ایستاده ایم. طرف تاریکی ایستاده ایم یا طرف روشنایی. کدام مطلوب ماست. و البته با شناخت کامل از تاریکی و روشنایی. وگرنه به هر که شما بگویید و سوال کنین، همه فکر میکنن در روشنایی دارن به سر میبرن. و فکر میکنن انسانی خوب و مطلوب خودشان، مطلوب فامیل و مطلوب جامعه هستن. اما ممکن است اصلا هم این گونه نباشد. پس باید با شناخت کامل جهت خود را تشخیص دهیم که کدام جهتیم، در تاریکی هستیم یا در روشنایی. تا زمانی که ندانیم در چه مقامی هستیم، زندگی ما در ستیز و گمگشتگی با این دو خواهد گذشت. باید پی ببریم، باید بدانیم که هستیم و چه هستیم و در جهت پیراستن خود جهتی را انتخاب کنیم که ما را آگاه کند از موجود و موجودیتی که هستیم. و در این راه ارتباط می‌دانیم که ذهن خودش مهمترین ابزاری است که می‌تواند ما را در حد تاریکی نگه دارد یا برعکس به روشنایی ببرد. این انتخاب ماست که مأموریت او را مشخص می‌کند. چون ذهن دو جنبه دارد و جنبه تاریکی و جنبه روشنایی و این با ماست که کدوم را انتخاب می‌کنیم.
خوشبختانه تو توانستی از تاریکی ذهن متعصب دور شوی و لااقل در این قسمت نجات پیدا کنی. اگرچه به سختی، اما توانستی حقیقت این ماجرا را دریابی. زندگی همین است. باید حقیقت همه ماجراها را فهمید و یکی یکی همه پلهای منفی را پشت سر گذاشت و به جلو رفت. حقیقت دریایی است که مرداب‌ها، یعنی ذهن‌های راکد و متعصب را می‌شوید و پاک می‌کند و با خود آزادی و رهایی می‌آورد. دادگیر رویا را در بغل گرفته و خطاب به او و همه ما گفت: من از صمیم قلب و جانم از شما مادر بزرگ عزیزم، چیستای خوب و مهربان و فداکارم. و تو رویای عزیز و برادرم هرمز که اکنون در اینجا نیستی، از آقای دایجان که لطف و کمک‌های بزرگی کردید و همه تشکر و تقاضای عفو و بخشش قلبی از شماها را دارم و به خاطر همه پریشانی‌ها و عذاب‌هایی که برایتان ایجاد کرده بودم طلب بخشش دارم و البته از آن همه تنفری که در وجودم بود اکنون آزاد شدم و این احساس تولدی جدیدی است که در خود می‌کنم و از این بابت تا ابد مدیونتان هستم. چیستا جان، بزرگترین فداکاری ها را تو در حق من و خانواده‌ام کرده ای و من به تو از همه بیشتر مدیونم. میدانم که با این دل پاک و عاشقی که نسبت به همه داری خوشبخت و عاقبت به خیر خواهی شد. به خصوص به خاطر این کمک بسیار بسیار بزرگ و شایسته. یکی از میان جمع گفت: بابا اگر میخواهید بروید و برگردید پس زمان را از دست ندهید. دیگری گفت: بگذارید چیزی بگویم، من هم میخوام به نوبت دیگران حرفی زده باشم. همه گفتن بگو. خب بفرمایید، شما هم بگویید. باشد. میگویم یادتان باشد دیگر در هیچ موردی که 100% نمیدانید اما فکر میکنید که میدانید تعصب نورزید و تسلیم ذهن نشوید. یادتان باشد که باید جستجوگر باشید. یکی دیگر از میان جمع اضافه کرد: بله درست است، باید حقیقت را دنبال کرد. حقیقت عشق می آورد و آرامش، فقط حقیقت. فزندایی رو به دادگیر کرده و گفت: حیف که نمیتوانند تو را کات و پیچ کنند و بر روی بستیان روبانی با یک پاپیون بزنند و به هرمز کادویت بدن برای شب عروسیش. همه خندیدند و باری دیگر نوای شادی و موج عشق و محبت در فضا پیچید. باری دیگر مثبت یا نور بر تاریکی یا منفی چیره شد و عشق و شادی را به ارمغان آورد. یادمان باشد عشق همیشه پیروز است و عشق ترازو ندارد. خرد، عشق، آزادی، این است سرنوشت هر انسان متفکر و رهروی پیشرو.